سلام سلام كمسك الختام. سنت ها و آداب های روز عید رمضان. به نام آن که جان آفرید. دوستان عزیز، در این نوار آداب های روز عید رمضان را به شما پیشکش می کنیم. مرحمت تا آخر تماشا کرده این آداب ها را در روز عید عملی بکنیم. زکات فطر را دادن. بگاهی شب عید یا تا عیدگاه رفتن زکات فطر داده شود. 1 یا 2 روز پیش از نماز عید نیز زکات فطر را دادن جایز است. تکبیر گفتن. تکبیر گفتن را از وقت نشستن آفتاب در شب عید آغاز نموده تا حاضر شدن امام به نماز عید دوام می دهیم. کلمه های تکبیر چنینند: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. تکبیر را مردها در بازارها، مسجدها و خانه‌ها و یا هنگام رفتن به سوی نماز با آواز بلند می خوانند، اما زنها باشند با آواز پست می خوانند. غسل کردن. به قول جمهور غسل کردن در 2 عید سنت می باشد و این حکم اجماع علما است. لباس تازه و زیبا پوشیدن، عطر و خوشبویی زدن. این تنها برای مردها است. به زنها برای برآمدن به کوچه عطر زدن جایز نیست. پیش از برآمدن به نماز عید خرما تناول کردن. عدد خرماها طاق یعنی 3 یا 5 دانه خوردن سنت است. اگر در خانه خرما نباشد چیزی دیگری را نیز خوردن جایز است. زنها و کودکان به عیدگاه رفتنشان جایز است. حتی زنهای عادت ماهانه بوده به عیدگاه رفتنشان جایز است. لیکن آنها نماز عید را نمی خوانند. آنها در صف آخر می نشینند. اگر نماز عید در داخل مسجد گذاشته شود، این گونه زنها به مسجد نمی روند. به عیدگاه پیاده رفتن، با راه به عیدگاه رفتن و با راه دیگری برگشتن، نماز عید را در عیدگاه و یا در مسجد خواندن. خطبه امام را گوش کردن. عزیزان در یاد داشته باشید که خطبه نماز عید بعد از نماز عید خوانده می شود. به این سبب بعد از نماز ایستاده خطبه را گوش بکنید. تبریک و تهنیت کردن یکدیگر را با روز عید سعید تبریک و مبارکباد گفتن. با تحفه ها و هدیه ها کودکان را خرسند و خوشنود ساختن. عزیزان این خیلی عمل خوب است، چون که کودکان وقتی که هدیه می گیرند و منتظر عید دیگر می باشند و هیچگاه روز عید را فراموش نمی کنند. پس کودکان را در روز عید هدیه های خوب بدهیم. اینها بودند یک چند از سنت ها و آداب های روز عید رمضان. عزیزان از فرصت استفاده برده همه شما را به این روز سعید تبریک و مبارکباد می گویم. بگذار خداوند همه عبادت های ما را که در این ماه انجام دادیم به درگاهش قبول بگرداند و در نامه اعمال ما همه این ثواب ها را بنویسد و ما را از جمله مسلمانان حقیقی بگرداند. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.